های، من امیر لکتر هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه با امیر لکتر. امروز میخوام 3 تا از اتچمنت های گان های کالاف رو بهتون معرفی کنم. اولین اتچمنت کالافم HS هستش، شاتگان HS هستش که خیلی پرطرفداره تو بخش شاتگان ها و توی بتل رویال و بخش مولتی پلیر ها خیلی ازش استفاده میشه. همطور که میبینید اتچمنت خیلی خفنی هستش. این اتچمنت رو برای این شاتگان بچینید، با یه شات میتونید حریفا بخوابونش میزنید. دومی گان AK-117 هستش که اونم خیلی پرطرفدار و توی بخش گان ها خیلی خفن هستش و پرطرفدار. همونطور که می‌بینی اتچمنت خیلی خفنیه و اتچمنت برای این گان ساخته شده. سومین گان و آخرین گان معرفی در ویدیومون اسنایپ DLQ33 هستش که خیلی اسنایپ خفن و پرطرفدار هستش و تو بتل رویال هم خیلی ازش استفاده میشه و این اتچمنت هم مخصوص این اسنایپ ساخته شده. خیلی اتچمنت خفنی هستش. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم فعال کنین که اولین نفری که خبردار میشه شما باشید از ویدیوهای بعدی ما.